در جریان سفر دولتی صادر جاباروف رئیس جمهوری قرقیزستان به تاجیکستان در روز 8 ایول بین دو طرف 13 سند همکاری به امضا رسید. از جمله سازشنامه اوید به تدبیرهای باوری و دیگر سندهای همکاری در بخش‌های تجارت، سیاحی و صنعت. جزئیات سندها معلوم نیست ولی رهبران دو کشور در حضور خبرنگاران از مهم بودن آنها صحبت کردند. ما تلاش‌های طرفین رو برای هر چه زودتر انجام دادن دمارکاسیای سرحد و پرزور نمودن تدبیرهای اعتماد در منطقه‌های نزد سرحدی ذکر نمودیم. در دایره مذاکرات ما بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه ظاهر کردیم. دایر به مسئله‌های افزایش گردش مال دو طرفه مبادله مفصل افکار انجام دادیم. از جمله مسئله‌های توسعه نامگوی محصولات به همدیگر رسانیده شونده و برطرف سازی مانع‌های موجوده تجارتی بررسی گردیدند. ما اهمیت رشد رابطه‌ها را در سطح منطقه‌ها به خصوص در ناحیه‌های نزد سرحدی ذکر کردیم. По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества. در نتیجه گفت و شنید چند سند به امضا رسید که ساحه‌های گوناگون همکاری‌ها را در بر می‌گیرند، از جمله تجارت، معارف، استحصالات، توریسم و دیگر ساحه‌های مهم را. یکی از نتیجه‌های کلیدی گفت و شنید این به امضا رسانیدن سندهای دوجانبه در سمت بلند برداشتن سطح مناسبت‌های تاجیکستان و قرقیزستان بود. قرارداد درباره سازمان دادن شورای بین دولتی تاجیکستان و قرقیزستان که تحت رهبری دیوان وزیران قرقیزستان و سروزیر جمهوری تاجیکستان بسته شد. و چون این قرار آمدیم که یکمین شورای بین دولتی را در شهر بیشکک برگزار کنیم. کارشناس قاسم بیگ محمد بر این باور است که ناباوری و شبهه بین دو کشور به تدریج رفع می شود. سفر دولتی رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان از اهمیت بسیار زیاد نه تنها در سطح دو جانبه بلکه منطقه‌ای برخوردار است. زیرا امروز هم از نظر رشد اقتصادی و اجتماعی و به خصوص به لحاظ تأمین ثبات و امنیت در آسیای مرکزی و خاصتاً در وادی فرغانه روابط حسن اعتماد و مشارکت راهبردی میان تاجیکستان و قرقیزستان بسیار مهم می باشد. البته روابط و سفرهای عالی ترین سطح که سفرهای دولتی می باشند در ماه مارس از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان و اینک از جانب رئیس جمهوری قرقیزستان انجام می شود نشان دهنده برقراری باور و اعتماد سیاسی میان رهبریت عالی دو کشور است. تاجیکستان و قرقیزستان 10 ساله‌ها باز نمی‌توانستند سرحد بین دو کشور را تعیین و علامت‌گذاری کنند. دو کشور در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم جنگیدند. مناقشه‌هایی که ویرانی زیاد بر جای گذاشت و صدها نفر را از دو طرف کشته و زخمی کرد. تقریباً 4 سال اخیر تمام گذرگاه‌های مرزی بین دو کشور همسایه بسته بود و تجارت بین دو کشور در یک سال به سختی به $10 میلیون می‌رسید.